سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است. مشکل خیش بر پیر مقان بردم دوش، دیدمش پیر مغان خرم و خندان فده باده بست. قده مجید دلبندم قدهه. گفتم این جام جهان بین تو کی داد حکیم؟ دست تو به جام بیدنی در همه احوال و خدا با او بود. این همه شعبده خیش که می کرد اینجا، میذارم تو فکر گفت آن یار که زو گشت سردار بلند. چرا اولش خوب با شعر میخونی آخرشو فیض روح القدس ارباز مدد فرماید. و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. کو به تأیید نظر حل معما میکرد، کو به تایید واندران بندران آینه صد گونه تماشا میکرد. وندران آینه صد گونه تماشا میکرد. گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد، او دیدش و از دور خدا را میکرد. خدایا میکرد، اون نمیدیدش اما از دور خدایا میکرد، خدا را میکرد. خدا را سامری پیش اصاب یود بیزا میکرد. جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. گفتم از سلسله زلفت بیتان بوتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله از دل شیدا میکرد. گله گفت حافظ گله از دل شیدا میکرد. وای خدا دلم درد گرفت. چی براتون بخونم؟ نه دیگه نخون، همینجا ادامه نده. سایه در کاسا و نبلها که عشق آسان نمود اول. یه بار دیگه بخون از اول. الا یا ایها الساقی در کاسان نبلها که عشق آسان نمود اول ولی افتد مشکل ها. افتاد الا یا ایها الساقی اگر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. منظورش مشکلات مالیه. بوی نافهی به بوی نافهی کاخر صباح زن خره بکشاید. از تاب جعد مشکینش چون خون افتاد در دل ما. قطع کن یه دم دوباره